کتاب سم هستم، بفرمایید. صفحه 40. اینجا چه کار کنم؟ تپه بیشتر از 150 هکتار زمین ناهموار دارد. نگاهی به آن بالا می اندازم و هزاران سنگ قبر را می بینم که کیلومترها امتداد دارند. نمیدانم چقدر طول می کشد پیدایش کنم یا اینکه از کجا باید شروع کنم. پاهایم روی سیمان خیس قفل می شوند. نمی توانم به آنجا بروم. نمی توانم خود را راضی به این کار کنم. سم اینجا نیست. غیر از قبری تازه که ظاهراً سم در آن دفن شده، چیزی برای دیدن نیست. ولی نمی خواهم این آخرین تصویرم از سم باشد. دلم این خاطره را نمی خواهد. نمی خواهم فکر کنم سم تا ابد باید جایی بالای آن تپه زیر خاک بماند. چند قدمی از دروازه دور می شوم و از خودم می پرسم که چرا به اینجا آمدم. عجب اشتباهی کردم. سم آنجا نیست. نمی خواهم آنجا باشد. به خودم که می آیم دیگر از دروازه فاصله گرفتم. دویدن را از سر می گیرم و چیزی نمانده سر بخورم. دیوارهای آجری دو طرف قبرستان پشت سرم ناپدید می شوند و مه جای خودش را به رگبار می دهد. این دفعه اصلا نمی دانم کجا می روم. می خواهم تا جایی که می توانم از اینجا دور شوم. پا توی جنگل که می گذارم انگار سقف آسمان سوراخ شده. آنقدر می دوم تا از منظره خانه ها و جاده ها حسابی فاصله می گیرم. باران خاک را نرم و پر از چاله و چوله کرده. می دوم و خودم را تصور می کنم که در دنیایی موازی قدم می گذارم. جایی که هنوز همه چیز بر وفق مراد است. آرزو می کنم کاش می شد در طول زمان سفر کنم. آن وقت به گذشته برمی گشتم و همه چیز را عوض می کردم. ولی مهم نیست چقدر جان بکنم. از قرار معلوم نمی توانم زمان و مکان را به میل خودم تغییر بدهم و کلاف سردرگمی را باز کنم که دارد وجودم را از هم می شکافد. ناگهان پایم به چیزی گیر می کند و می خورم زمین. 1,000,000 نقطه از تنم تیر می کشد. بعد کرخت می شود و دیگر چیزی حس نمی کنم. سعی می کنم از جایم بلند شوم ولی انگار تک تک عضلاتم از کار افتادند. در نتیجه خودم را خسته نمی کنم. همینطوری روی بستری از سنگ و برگ دراز می کشم و آسمان بارش بی امانش را ادامه می دهد. دلم برای سم تنگ شده. دلم برای صدایش تنگ شده. دلم تنگ شده که بدانم اگر زنگ بزنم جوابم را می دهد. اصلا نمیدانم کجا هستم و با چه کسی می توانم حرف بزنم. یکی از بدترین لحظه های زندگیم را می گذرانم و فردا پشیمان می شوم که اصلا چرا گذاشتم کار به اینجا بکشد. ولی در حال حاضر آنقدر تنها و ناامیدم که گوشیم را می آورم و روشنش می کنم. نورش چند لحظه چشمم را می زند. یادم رفته امروز صبح همه چیز را پاک کردم. همه عکس‌ها، پیام‌ها و نرم افزارهایم را. در نتیجه چیزی در گوشی نیست. فهرست مخاطبینم را بالا و پایین می کنم و سعی می کنم کسی را برای زنگ زدن پیدا کنم. ولی گزینه‌های زیادی ندارم. وقتی می فهمم اسم سم اصلا توی فهرست نیست، یادم می آید آن را هم پاک کردم. مطمئن نیستم دیگر شماره‌اش را به یاد داشته باشم. اصلا نمیدانم چه کار دارم میکنم. با همه اینها به این امید که یک بار دیگر صدایش را روی پیغامگیر بشنوم شماره‌اش را میگیرم. شاید برایش پیغامی بگذارم و به او بفهمانم که متاسفم. صدای بوق شوکه‌ام میکند. صدایی غریب در خلوت جنگل. چشمهایم را میبندم و از سرما میلرزم. گوشی مدتی طولانی بوق میخورد و یواش یواش ذهنم را ساکت میکند.
حس می کنم این وضع تا ابد ادامه دارد تا اینکه ناگهان صدای بوق قطع می شود. کسی گوشی را بر می دارد. سکوتی طولانی برقرار می شود و بعد صدای کسی از پشت تلفن به گوش می رسد. جولی؟ قطره‌های باران تپ تپ روی گوشم فرود می آیند. صدای قلب خودم را می شنوم. سرم را به طرف آسمان بر می گردانم و گوش تیز می کنم. اونجایی؟ این صدا مبهم و خشدار مثل زمزمه اقیانوس در پیچ و تاب صدف. این صدا را می شناسم. قبلا 1000 بار به آن گوش دادم تا جایی که به اندازه صدای خودم برایم آشناست. این صدا اما امکان ندارد. سم. فصل 2. میگوید صدامو میشنوی؟ جولی؟ اقیانوس محو می شود و صدایش واضح تر به گوش می رسد. اونجایی؟ قطره‌های باران را از پلک‌هایم می تکانم. لابد اشتباهی یکی از پیام‌های صوتیش را باز کردم. ولی مگر امروز صبح همه‌اش را پاک نکرده بودم؟ اگه صدامو میشنوی یه چیزی بگو. بذار بفهمم خودتی یا نه. یادم نمیآید قبلا این پیام سم را شنیده باشم. پس باید چیز دیگری باشد. شاید سرم به جایی خورده و دچار توهم شدم. دیدم تار می شود. به خاطر همین چشمهایم را می بندم تا درختها دور سرم نچرخند. نمیدانم این صدا از پشت تلفن می آید یا از ذهن خودم، ولی به هر حال جوابش را می دهم. سم؟ جنگل غرق سکوت می شود. یک لحظه خیال می کنم سم رفته و هرگز آنجا نبوده. ولی بعد صدای نفس کسی غیر از خودم را می شنوم. نفس راحتی می کشد و می گوید سلام، فکر کردم تلفن قطع شده. یکهو چشم باز می کنم و از لای پلک‌هایم باریکه‌ای از دنیا را می بینم. سرما بدنم را طوری کرخت کرده که بالا و پایین را تشخیص نمی دهم و نمی دانم آسمان کدام بری است. پس ذهنم دنبال توجیهی منطقی می گردم. ولی چیزی پیدا نمی کنم. دوباره می گویم سم؟ جواب می دهد صدامو می شنوی مگه نه؟ مطمئن نبودم این راه جواب بده. می پرسم اینجا چه خبره؟ می گوید از خودم می پرسیدم هیچ وقت دوباره به هم زنگ می زنی یا نه؟ انگار به نظرش هیچ چیز این ماجرا عجیب نیست. انگار داریم گفتگوی نیمه کاره دیروزمان را ادامه می دهیم. دلم واسه تنگ شده بود. بی نهایت تنگ شده بود. فکرم کار نمی کند. نمی دانم چه اتفاقی دارد می افتد. دل تو هم واسم تنگ شده؟ صدای آشنایش، باران روی پوستم، حس فرو رفتن تنم توی خاک و سرگیجه‌ای ناگهانی به ذهنم هجوم می آورند و سعی می کنم از اتفاقی که دارد می افتد سر در بیاورم. با اینکه همه چیز خیلی عجیب به نظر می رسد بی اختیار می پرسم راستی خودتی سم؟ می گوید خودمم و خنده کوتاهی سر می دهد. فکر نمی کردم دیگه سراغمو بگیری. خیال می کردم فراموشم کرده باشی. چطوریه که دارم باهات حرف می زنم؟ با صدایی به آرامی آب می گوید به هم زنگ زدی و منم مثل همیشه گوشی رو برداشتم. همیشه؟ سر در نمیارم. چطور همچین چیزی ممکنه؟ صدایی از پشت خط نمی آید. قطره‌های باران مثل عرق از پوستم می چکند. سم بعد از چند لحظه مکث جواب می دهد. راستشو بخوای خودمم ازش سر در نمیارم. هنوز نمیدونم چطور همچین چیزی ممکنه. فقط اینو بدون راستی خودمم. باشه؟ به زحمت میگویم باشه. با اینکه امکان ندارد چنین چیزی واقعی باشد، تصمیم میگیرم تسلیم شرایط بشوم و بگذارم صدای سم مثل چتری بالای سرم باز شود.
مثل طناب به صدای سم چنگ میزنم و حس میکنم ذهنم آرام میشود و خودم بیشتر و بیشتر توی خاک فرو میروم. هرچند نمیدانم این صدا از کجا میآید، دلم میخواهد سم باشد، ولی نمیشود. امکان ندارد و بعد یکهو دوزاریم میافتد. دارم خواب میبینم. سم میگوید این خواب و خیال نیست، بهت قول میدم. صدایش توی جنگل میپیچد. غیر از این دیگه چجوری ممکنه با هم حرف بزنی؟ همون جوری که همیشه حرف میزدیم، تلفنی، درست مثل حالا. تا میخواهم بگویم ولی سم من هنوز. سم دنبال حرفش را میگیرد. میدونم این یه دفعه یکم فرق میکنه، ولی قول میدم خیلی زود جواب بهتری واسط پیدا کنم. ولی نمیشه فعلا از این اوضاع لذت ببری؟ منظورم این مکالمه تلفنیه. دوباره به حرف هم گوش بدیم. بیا راجع به چیز دیگه ای حرف بزنیم. هرچی تو بخوای، مثل قبل. باز چشمم را میبندم و سعی میکنم به آن روزها برگردم. به قبل از اینکه سم را از دست بدهم. قبل از اینکه هیچ کدام از این اتفاقها بیفتد. قبل از اینکه همه چیز خراب شود. ولی وقتی دوباره چشم باز میکنم، هنوز توی جنگلم و سم هنوز صدای پشت تلفن است. میپرسد هنوز اونجایی؟ صدایش خیلی واضح است. به امید اینکه ببینمش سرم را میچرخانم. اینجا تک و تنها هستم. سوالی به ذهنم میرسد. تو کجایی؟ سربسته میگوید یه جایی. دوباره میپرسم کجا؟ گوشی را جابجا میکنم و گوش تیز میکنم که صداهای دور و برش را بشنوم. ولی باران نمیگذارد صدا به صدا برسد. توضیح سخته، یعنی خودم هم زیاد مطمئن نیستم. ببخشید که جواب همه سوالات رو نمیدونم، ولی هیچ کدوم اینا مهم نیست. مگه نه؟ الان اینجام و من و تو دوباره با هم ارتباط برقرار کردیم. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. میخواهم بگویم منم دلم واسه تنگ شده بود. دلم خیلی برات تنگ شده بود سم. ولی دهانم باز نمی شود. بخشی از وجودم گمان می کند هنوز دارم خواب می بینم. شاید در لانه خرگوشی چیزی افتادم و وارد دنیایی موازی شدم. یا شاید ضربه‌ای که به سرم خورده محکمتر از چیزی است که فکر می کردم. هرچه که هست می ترسم اگر گفتگویمان تمام شود دوباره از دستش بدهم و هیچ وقت جواب سوالاتم را نگیرم. باران ادامه دارد ولی نم نم می بارد. سم می پرسد این صدای چیه؟ و گوش می دهد. بارونه؟ جولی کجایی؟ نگاهی به دور و برم می اندازم. یک لحظه یادم می رود چطور از اینجا سر درآوردم. یه جایی این بیرون. اون بیرون چی کار میکنی؟ یادم نمیاد. نزدیک خونه ای؟ نه، مطمئن نیستم کجا. راستش در این لحظه از هیچ چیز مطمئن نیستم. گم شدی؟ به این سوال فکر میکنم. کلی جواب دارم که بدهم، ولی عوضش چشمهایم را به روی باقی دنیا میبندم و روی صدای سم تمرکز میکنم. سعی میکنم تا جایی که میشود رهایش نکنم. سم میگوید نباید زیر بارون بمونی جولی. یه جای امن و خشک پیدا کن باشه و به محض اینکه پیدا کردی دوباره به هم زنگ بزن. تپش های قلبم سریعتر میشوند. چشمهایم را باز میکنم. بریده بریده میگویم وایستا، لطفاً قطع نکن. آمادگیش را ندارم دوباره از دستش بدهم. میگوید نگران نباش، جایی نمیرم. برو یه جای امن و به هم زنگ بزن. به محض اینکه زنگ بزنی گوشی رو برمیدارم. قول میدم. قبلا هم قول داده بود و عمل نکرده بود. میخواهم مخالفت کنم، ولی انگار زبانم بند آمده.
کاش میشد تا ابد پشت خط نگهش دارم. ولی سم آنقدر این حرفها را تکرار می کند که کم کم باورم می شود. به محض اینکه بهم زنگ بزنی گوشی رو بر می دارم. خیس آبم و دستهایم کم کم دارد بی‌حس می شود. تا آفتاب غروب نکرده باید خودم را از این جنگل و از این سرما نجات بدهم. وگرنه نمیتوانم راه برگشت را پیدا کنم. یادم نمیآید مکالمه من چطوری تمام شد یا بعدش چه اتفاقی افتاد. این قسمتش مثل صفحه‌ای گم شده از یک کتاب توی ذهنم مبهم باقی ماند. فقط این را میدانم که مسافت زیادی را پیاده طی کردم تا توانستم از جنگل بیرون بیایم و جاده اصلی را پیدا کنم. وقتی به شهر میرسم آخر شب است. با عجله در پیاده روهای خیس راه میروم. از زیر سایبان مغازه ها رد میشوم تا زیر باران نمانم. چراغ‌های کافه‌ای که صبح با میکا در آن قرار داشتم خاموش است. ولی چراغ کافه پایین خیابان هنوز روشن است. از چند چهارراه قبل تا اینجا تنها چراغ روشنی است که میبینم. از خیابان عبور میکنم و وارد کافه میشوم. حتی این ساعت شب کافه پر از دانشجوهایی است که 2 نفری زیر نور چراغ‌های مراکشی نشستند. بارانی‌های خیسشان را پشت صندلی‌های بار آویزان کردند و نور از صفحه‌های لپتاپشان به چهره‌های مات و مبهوتشان میتابد. بدون اینکه چیزی سفارش بدهم به طرف یکی از میزهای ته کافه میروم. به محض اینکه مینشینم صندلیم را پشت به بقیه و رو به پنجره میچرخانم. هیچ آینه‌ای در این کافه نیست. به پنجره نگاه میکنم و از انعکاس صورت رنگ پریدم در شیشه جا میخورم. شمع روی میز را با فوتی خاموش میکنم و تصویرم غیب میشود. دستی به موهای خیسم میکشم. آب از لباسهایم روی الوارهای کف کافه میچکد. شاید قبل از اینکه بیایم داخل باید کمی میچلاندمشان. خوشبختانه این گوشه است کافه آنقدر تاریک است که کسی به من توجه نکند. چند نفس عمیق میکشم تا خودم را آرام کنم و نگاهی به دور و بر اتاق میاندازم. زن پشت میز کناریم دارد کتاب میخواند. نمیخواهم صدای مکالمه‌ام را بشنود. برای همین کمی منتظر میمانم. زن تنها نشسته و سرتاپا مشکی پوشیده. به این فکر میافتم که شاید اینجا کار میکند و در وقت استراحتش مشغول مطالعه شده. زن آرام چایش را مزه میکند و جانم را به لبم میرساند. بالاخره وقتی بلند میشود برود نفس راحتی میکشم. گوشیم را در میآورم. چیزی به ساعت 9 نمانده. این همه وقت چطوری گذشت؟ از وقتی از خانه بیرون آمدم اولین باری است که متوجه زمان میشوم. هیچ پیام جدید یا تماس از دست رفته‌ای ندارم. گمانم هیچ کس متوجه غیبتم نشده است. گوشی را روی میز میگذارم و دوباره برش میدارم. آنقدر این کار را تکرار میکنم که حسابش از دستم در میرود. عطر تند قهوه و چای ماسالا در مشامم میپیچد. حالا که صحیح و سالم از جنگل بیرون آمدم و دارم بیشتر فکر میکنم، زنگ زدن دوباره به سم فکر احمقانه‌ای به نظر میرسد. هر اتفاقی که آن بیرون افتاد احتمالاً زاده خیالاتم بود. دست کم خودم اینطور فکر میکنم. یعنی پاک عقلم را از دست دادم؟ لابد همینطور است، چون دوباره گوشی را بر میدارم و شماره سم را میگیرم. تماس برقرار می شود. با اولین بوق نفسم را حبس می کنم. ولی سم تقریباً بلافاصله گوشی را بر می دارد. سلام، منتظرت بودم. از شنیدن صدایش غرق در آرامش می شوم. انگشتهایم را جلوی دهانم می آورم تا صدایم در نیاید.
نمیدانم باید احساس سردرگمی کنم یا آسودگی یا ترکیبی از هر دو. بی اختیار میگویم سم. میگوید مطمئن نبودم بهم زنگ میزنی یا نه. فکر کردم یادت رفته. یادم نرفت. نمیدونستم کجا برم. آخرش کجا رفتی؟ با حواس پرتی سرم را برمیگردانم و نگاهی به شیشه پرلکه بالای در میاندازم. از داخل کافه حروف موزاییکی زیر نور طلایی و آبی فانوس بارونه دیده میشوند. خورشید و ماه. میپرسد همون کافه‌ای که توش کار میکردم؟ تقریبا یادم رفته بود. خیلی وقت است اینجا نیامدم. سم چند لحظه ساکت می شود و حس می کنم دارد از پشت گوشی به صداهای دور و برم گوش می دهد. ناگهان خودم هم متوجه این صداها می شوم. صدای کشیدن صندلی روی کف چوبی، جیرینگ جیرینگ قاشقی در بشقاب سرامیکی، زمزمه مبهم گفتگوی از آن سر کافه. همونجا که اولین بار باهات حرف زدم، ته کافه نشسته بودی، یادته؟ در ذهنم به آن روز برمیگردم. پیشبندی مشکی، بخار لاته داغ، زنبق اوریگامی روی پیشخوان جلویی. قبل از اینکه سفارش بدهم، سم نوشیدنیم را می آورد و ساعتها با هم حرف می زدیم. حدود 3 سال از آن روزها گذشته. این همان میز است. همان میز عقبی کنار پنجره. تقریبا متوجهش نشدم. سم با خنده میگوید همیشه لاته عسل و استخوان سفارش میدادی. هنوز یادمه. ولی دیگه اینو سفارش نمیدی. حالا دیگه قهوه میخوری. دست کم سعی تو میکنی. انگار همین دیروز بود که اینجا با هم مینشستیم. ولی الان وقت این فکرها نیست. میگویم سم تا به زمان حال برش گردانم. با دلتنگی حرفش را ادامه میدهد. یادت یه بار واسه تمام کردن مقالت اسپرسو میخواستی ولی بهت گفتم واسه این چیزا دیگه دیر وقته؟ اما اصرار کردی. این شد که بالاخره درستش کردم و تمام شب خوابت نبرد. خیلی از دستم عصبانی شدی. از دستت عصبانی نبودم، فقط کلافه بودم. اون کنسرت رو یادته؟ شبی که گیتارم رو دادم واسم امضا کنن؟ اون شبم از کافه سر در آوردیم. درسته؟ یکی از اون کلوچه‌های نیمه ماه رو با هم نصف کردیم. میدونی همونایی که نصفش رو با لعاب سفید میپوشونن. همونایی که گفتی اصلا شبیه ماه نیستن. یادته؟ معلومه که یادمه. خاطره هنوز توی ذهنم تازه است و توی دلم آشوبی به پا میکند. کاپشن جین سم را پوشیده بودم، همانی که امروز صبح دور انداختم. باران خیس آبمان کرده بود، درست مثل الان. قلبم هوری میریزد. چرا دوباره این حرفا را پیش میکشد؟ این خاطرات. فکر نمی کنم دیگر تحمل شنیدنشان را داشته باشم. میپرسم این کارا واسه چیه؟ منظورت چیه؟ این که همه اینا رو یادم میاری. مگه بده؟ سم. جمله‌ام را تمام نمی کنم. چیزی جلویم را میگیرد. شانه‌ای با آستین مشکی جلوی چشمم ظاهر می شود. کسی صندلی را جابجا می کند و پشت میز عقبیم می نشیند. در همین لحظه در باز می شود. زوج دیگری وارد کافه می شوند و چترشان را تا می کنند. اینجا دارد زیادی شلوغ می شود. دوباره برمی گردم سمت پنجره و صدایم را پایین می آورم. می گویم کاش می شد به هم بگی اینجا چه خبره؟ از کجا بدونم اینا واقعیه؟ چون که هست. من واقعیم جولی. فقط باید باورم کنی. چطور همچین چیزی رو ازم انتظار داری؟ حس میکنم دارم دیوونه میشم. تو دیوونه نیستی. خب؟ پس چجوریه که دارم باهات حرف میزنم؟ بهم زنگ زدی جولی و منم گوشی رو برداشتم. مثل همیشه.
این را یک بار دیگر هم گفته بود، ولی کافی نیست. انتظار نداشتم جواب بدی. انتظار نداشتم ازت خبری بشه. میپرسد ناامید شدی؟ سوالش غافلگیرم میکند. نمیدانم چطوری جوابش را بدهم. منظورم این نبود. میخواستم بگم من نمیدانم چه بگویم. ذهنم پرتر و پریشانتر از آن است که تمرکز کنم. کسی قاشقی را میاندازد و صدایش توی اتاق میپیچد. از میزهای دیگر صدای خنده میشنوم. آدمهای بیشتری از در هجوم میآورند. حس میکنم کافه آب میرود و الان است که له شوم.